تا حالا به این فکر کردین که هممون یه جورایی 2 تا زندگی داریم؟ یه دنیای پنهان که هر روز توش زندگی می‌کنیم ولی شاید خیلی هم خوب نمی‌شناسیمش. امروز می‌خوایم با هم سفری کنیم به همین دنیای دوم، یعنی فضای سایبر. خب، برای اینکه ببینیم این دنیا چقدر توی زندگی ما تنیده شده، بیاین یه نگاهی به یه روز معمولی بندازیم. از همون لحظه که صبح چشممون رو باز می‌کنیم، یعنی روزمون واقعاً آنلاین شروع میشه، حتی قبل از صبحونه. این اولین نقطه اتصال ماست. با یه پیام صبح بخیر ما وارد دنیای دیجیتال روابطمون میشیم. بعدش میریم سراغ اخبار. دیگه کسی منتظر روزنامه صبح نمیمونه. درسته؟ پنجرمون به کل دنیا شده همین صفحه گوشی یا لپتاپ. این یعنی سرعت بیشتر. ولی خب مسئولیتمون هم برای اینکه بفهمیم چی درسته و چی غلط بیشتره. و مسئله مالی چی؟ کیف پولامون هم دیگه فیزیکی نیستن. همشون شدن یه اپلیکیشن روی گوشی. بخش بزرگی از داراییمون در واقع یه سری 0 و 1. و این ماجرا برای نیازهای روزمره هم ادامه داره. از سفارش ناهار گرفته تا خریدای هفتگی. ما داریم تیکه‌های از زندگی واقعیمون رو به این دنیای دوم میسپاریم، شاید بدون اینکه خیلی بهش فکر کنیم. و این چرخه تا آخر شب ادامه پیدا میکنه. آخرین چیزی که میبینیم باز هم همون صفحه گوشیه. از اول صبح تا آخر شب ما وصلیم. خب، سوال اصلی اینه. این همه کار، این همه حرف، این همه پول که جابجا میشه، واقعاً کجا داره اتفاق میفته؟ خب، بیاین یکم دقیق‌تر بشیم و ببینیم این دنیایی که این همه از وقتمون رو توش میگذرونیم اصلا چی هست؟ تعریفش خیلی ساده است. بهش میگن فضای سایبر یا سایبر اسپیس. میدونید همون محیطیه که وقتی به اینترنت وصل میشیم پامونو میذاریم توش. هر ایمیلی که میزنیم، هر پیامی که میدیم، هر خریدی که میکنیم، همش توی این فضاست. راستش بهترین راه برای فهمیدنش همینه. فضای سایبر دنیای دوم ماست. دقیقاً مثل دنیای واقعی. پر از فرصته، پر از چیزای هیجان انگیزه، اما خطرهای خودش رو هم داره. و فکر نکنید این دنیا فقط توی گوشی و کامپیوتر شماست ها. نه، اصلاً. امروز فضای سایبر همه جا هست. توی تلویزیون هوشمندتون، توی ماشینای جدید، حتی ساعت روی مچتون. همه اینا به هم وصلن و جزئی از این شبکه غول‌پیکرن. خب، حالا که میدونیم یه دنیای دوم داریم، سوال اینه که دقیقاً از چی باید توش محافظت کنیم؟ چه چیزهایی در خطره؟ ببینید، ما در واقع از 3 تا چیز خیلی حیاتی داریم محافظت میکنیم. اول از همه پولمون و دارایی‌های مالیمون. بعدش اطلاعات شخصیمون، یعنی چی؟ یعنی عکس‌هامون، پیام‌های خصوصیمون، هویت دیجیتالمون. و سوم که شاید کمتر بهش فکر میکنیم، ولی فوق‌العاده مهمه، روابطمون با آدم‌های مهم زندگیمون. این مقایسه خیلی جالبه، چون خطرای این دنیای دوم یه جورایی کپی خطرای دنیای واقعیه. همون جوری که در خونه رو قفل می‌کنیم که دزد نیاد، باید از اطلاعاتمون هم در برابر دزدی دیجیتال محافظت کنیم. یا مثلا همونطور که مراقبین مریض نشیم، باید حواسمون به ویروس‌های کامپیوتری هم باشه. منطقش یکیه. اما خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که محافظت از خانواده‌تون توی این دنیا با یه قدم خیلی ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند شروع میشه. و اون قدم خریدن یه آنتی ویروس گرون قیمت نیست. یه راه حل خیلی انسانی تره. همه چیز با یک گفتگوی ساده توی خانواده شروع میشه. پس نکته کلیدی همینه. این هفته دور هم بشینید و خیلی ساده از همین سوالو بپرسید. ما هر روز آنلاین چی کار میکنیم؟ چقدر از اطلاعات و زندگیمون رو داریم اونجا میذاریم؟ همین. هدف از این حرف زدن چیه؟ 3 تا چیز خیلی مهم. اول اینکه آگاهیتون به عنوان یک خانواده بالا بره. دوم اینکه بفهمید رد پای دیجیتال خانواده شما چقدر بزرگه. و سوم و مهمتر از همه، این گفتگو در رو برای ساختن عادتهای امن‌تر باز میکنه. با هم، نه به تنهایی. و در نهایت این سوالیه که هممون باید از خودمون بپرسیم. دنیای دوم ما دیگه یه سرگرمی نیست، یه واقعیته. آیا خانواده شما برای روبرو شدن با واقعیت‌های این دنیا آماده است؟